یه جامعه بیکار، یه جامعه عاطل باطل، یه جامعه مصرفگرا، یه جامعه ای که بی هدف داره زندگی میکنه، یه جامعه ای که فقط دنبال تقلیدهای کورکورانه و الکی است، یه جامعه ای که خودش فکر ندارد دیگران براشون فکر میده، یه جامعه ای که حتی برای پاچه شلوارش، برای آستین دستش فکر ندارد، برای پوششش خودش از خودش هیچی ندارد، دیگران تصمیم میگیرن او فقط میپوشه. ببخشید معذرت میخوام، دور از جمع ما یک گله گوسفند از یه جای رد میشه، شما یه مانع نیم متری یه متری بذار جلوشون، اون بوزا اول نربوزا میان میپرن از رو مانع، اون بوزای دیگه میان میپرن، میشا 3-4-5 تایی پشت سر اینا هستن، اونا میپرن. آره بعضی که 10-20 تا پریدن مانع رو بردار، بقیه گله چیکار میکنن؟ همینجا که رسیدن اونا میپرن بدون که بفهمن، برای که اصلا بدون که بفهمن چرا میپریم. فقط استدلالشون اینه که چه؟ و اولیا 10-20 تای اول چیکار کردن؟ اونا پریدن. این جامعه بهیمیت، یعنی تو این جامعه فکر تعطیله، تو این جامعه اینا برای هیچ چیز خودشون فکر نمیکنن، همه چیز رو از این جامعه گرفتن، از اینا یه عروسک‌های خیمه شب بازی درست کردن، از اینا یه ربات‌های انسان نما درست کردن، از اینا عقلانیت رو گرفتن، از اینا اسیر فکر و ذهن درست کردن، از اینا یه جامعه مصرفگرا درست کردن، از اینا جان سومی درست کردن، فقط به خوردشون میدن. عارفان جام، رسانه فرهنگی مذهبی دارالحفظ خواجه عزیزالله تربت جام.